جستجوی رادیو آزادی برای یافتن معلومات بیشتر درباره گمانبران حمله به تالار کراکوس سیتی از تاجیکستان همان ادامه دارد. روز پیش ما نظر و نقل پیوندان محمد صابر فایزов را از نویه رودکی و سعید اکرم رجبالی زاده را از شهر وحدت پخش کردیم. امروز بعضی نکته های نو درباره گمانبران دیگر 3 نفر از عائله اسلامov به دست آمده است. همکارم کاومرس اتو در استودیو با ماست. سلام کاومرس، و آیا می شود که معلومات یافته را با بیننده ها در میان گذارید؟ سلام شهلا و بیننده های عزیز. منابع رادیو آزادی گفتند که این عائله یعنی عائله اسلامov اصلا از جماعت تاجیک‌آباد یا همان ترکمنستان پیشین ناحیه وخش ولایت ختلان بوده برای کار و زندگی به ولایت تیوری روسیه رفتند. به نقل همصحبتان ما این افراد در روسیه به تجارت ماشین مشغول بودند و کشیده شدن پای آنها به حادثه مسکو نیز به همین کارشان ربط دارد. مقامات روسیه گفته بودند که امین جان اسلاموی 33 ساله صاحب آخرین همان ماشین است که در حمله استفاده شده است. به ادعای آنها ماشین را به گمانبران حمله برادر او دلاور 24 ساله فروخته است. یک همصحبت رادیو آزادی روز 27 مارس تصدیق کرد که واقعا آنها یک ماه پیشتر از حادثه ماشین فروخته بودند، اما نمیدانستند که خریدار کی است. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین در ماه‌های ینور و مارس امسال جلب کرده است. تصدیق آن در حال حاضر از منابع مستقل امکان پذیر نیست و گذشته از این مقامات تاجیکستان با گذشت 5 روز درباره بازداشت شده های مسکو اتهام های اعلان شده به ضد آنها و همچنین آثار لطکوب شکنجه در سر روی آنها یگان حرف نگفتند. کاومرس، آیا واکنش پیوندان به اتهام معلوم است؟ مثلا در محل زیستشان درباره آنها چی گفتند؟ نظری نزدیکانشان شهلا البته هنوز دسترس نیست، ولی ما برای یافتن پیوندان اسلامov با نمایندگان جماعت تاجیک‌آباد در ناحیه وخش تماس گرفتیم. دستگل میرزایو و رئیس همین جماعت روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسرائیل اسلامov هنوز سالهای 90 گویا به روسیه کوچیده و دیگر به زادگاهش برنگشته است. به تصویر او این شخص یک از عائله با تربیه بود و گویا یک شخص خوشمعامله بود و زیاد مذهبی هم نبود. تا چند سال پیش برادرانش در جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش بودند، اما آنها نیز خانه های خود را گذاشته و به روسیه رفتند. در همین حال یک همصحبت دیگری ما در ناحیه وخش گفت که پس از حمله مسکو گروه از مقامات انتظامی به جماعت تاجیک‌آباد هم رفتند. تشکر زیاد کاومرس و بینندگان عزیز، برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی را پیگیری کنید تا از اطلاع نوی که در این رابطه به دست می آید بخبر نمانید.